با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی. بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. اجازه بدید برنامه رو با چند تصویر آغاز کنم. نخست یک کاریکاتور بسیار جالب. همونطور که ملاحظه میکنید آقای خامنه‌ای در آغوش آقای پوتین هستند و این آقای پوتینه که به ایشان خوراک میده و ازش حمایت میکنه. نگاه کنید به اون کنار که نقشه بحر خزره، بحر خزری که قسمت اعظمش رو آقای پوتین بلعیده و با یک پسونک این آقای خامنه ای رو فریب داده. خیال میکنم که کاریکاتور بسیار جالبیه. و اما آقای علم الهدا فرمودن که جوانگرایی در نظام ما ضروری است، باید از جوانان حمایت کنیم. ملاحظه می‌فرمایید که جوانان چه نقشی دارند و گردونه اصلی رو همین آقای علم الهدا میچرخونه. و اما ولیعهد عربستان سعودی این روزها محبوب بسیاری از خانم‌ها در عربستان سعودی. بعد از اینکه اجازه داد که خانم ها رانندگی کنند، حالا امتیازات دیگری هم به خانم ها میده. از جمله اینکه خانم های بالای 21 سال اجازه دارن که بدون اجازه شوهرشون یا اولیاشون به خارج سفر کنن، یعنی پاسپورت بگیرن. در ایران ما هنوز خانم ها اجازه ندارن که بدون اینکه شوهرشون اجازه بده یا پدرشون اجازه بده سفری بکنن، پاسپورتی بگیرن، به خارج از کشور برن. به هر حال این آقای ولیعهد عربستان سعودی میخواد یه کارایی بکنه که بگه من یک جوری روشنفکرتر از جمهوری اسلامی ام. همینطور در مورد زنانی که باید به استادیوم برن اجازه داد، اونها میرن. تازه توی ایران میخوان اجازه بدن، البته با فشار فیفا، 10% از استادیوم ها رو اختصاص بدن به خانم ها و خانم ها اجازه داشته باشن که برن و مسابقات ورزشی رو تماشا کنن. نمیدونم این آگهی که میخوام بهتون نشون بدم در جای دیگری هم در این دنیای بزرگ ما هست یا نه. ملاحظه کنید نوشته پوشیدن لباس رنگارنگ حتی برای دیدار برادر ممنوع. یعنی داداشش هم که میخواد ببینی دختر خانمی اجازه نداره لباسهای رنگین بپوشه. به تماشای برنامه نگاه خوش آمدید. در این 40 سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته، بیشتر از همه به زنان ظلم شده. اما زنان ایرانی با قدرت بسیار در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایستادند، با یک روسری سپید، با یک حرکت نمادین. تصاویر بسیاری از خانم‌ها در این 40 ساله ثبت شده که بسیاریش جالبه و بسیاری از اونها در تاریخ مبارزات خانم‌ها در جمهوری اسلامی خواهد ماند. خیال میکنم یکی از بهترین اونها حرکت خانم‌ها در مترو بود، روز زن که به مسافرین گل دادن. اجازه بدید نگاه دیگه بهش بکنیم و ببینید دارن چه بلایی سر این خانم هایی که فقط گل دادن به دست خواهرانشون. خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روزو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی افتخار میکنن به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه.
میکنم یه زمانی برسه که من بتونم اینجوری توی خیابون کنار شما که اینجوری هستین در آرامش قدم بزنم. اسمایی بعد دوباره گل میگیریم. میشه ببوسمتون؟ انشالله که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت نکنیم. ایران برای همه ما ایرانی هست. پیاده میشیم. مرسی. این خانم‌های شجاع به خاطر این کار زیباشون شاید کسی باور نکنه به 55 سال زندان محکوم شدن. کار میکنن به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه. قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که بگیرن و ارسال بکنن مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات. میخوام چیکار؟ خیلی کیف میده و همه دخترها پیشنهاد میکنم که حجابتون رو بردارین و از این بارون بهاری لذت ببرین. بشین. بیشتر تویی. خب تو رو خدا بسته. به خاطر این کاری که این خانم ها در مترو کردن، فقط گل دادن به خواهرانشون، چرا باید 55 سال به زندان برن؟ چرا دنیا در مقابل این ظلم سکوت میکنه؟ چرا فقط حرکت گل و محبت و آزادی برای جمهوری اسلامی حرکتی است که باید زندان برن کسانی که این کار رو کردن؟ و اما در مقابل بعضی از جوانان در داخل کشور باز هم در مترو عکس العمل به خرج دادن. با درود دوستان، 3 تن از بانوان شجاع و آزادیخواه وطنمون، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره علبشاهی، به خاطر گل دادن به بانوان در مترو و ترویج صلح و دوستی به اتهام تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدند. ما در اعتراض به صدور این حکم ناعادلانه و در حمایت از بانوان شجاع سرزمینمون اومدیم اینجا و با پخش کردن گل بین شما عزیزان حمایت خودمون رو از این 3 بانوی شجاع و آزادیخواه اعلام میکنیم و از همین را اعلام میکنیم تا آخرین نفس در کنار شما هستیم، به امید آزادی و به امید روزهای خوش برای مردم ایران. زنده باد آزادی! زنده باد وطن! زنده باد وطن! درود بر شما! شما آزادی ایران! درود بر آزادی خواهان! جمهوری اسلامی که میلیاردها پول مردم ایران رو صرف گنبدهای طلا در عراق کرده و جاهای مختلف با مخارج بسیار هنگفت ساختن برای اینکه اونجا نفوذ داشته باشن و بالاخره یک جوری کربلا و اطراف اون رو خاک خودشون میدونن و دارن خرجشو میدن. حکومت عراق هم بدش نمیاد که پولها اونجا خرج بشه. اما چند روز پیش در استادیوم ورزشی شهر مقدس کربلا که یک مسابقه بود، خانم ها آمدن رقصیدن و یک دختر خانمی از بیروت بر لبنانی به اسم خانم جویل سعاده آمد با ویولونش استادیوم رو پر کرد.
آیا زمانی خانم‌های هنرمند ایرانی، موسیقیدانان بسیار خوبی که داریم، میتونن با سازهاشون و خانم‌های ایرانی با صدای گیراشون استادیوم‌های ورزشی رو به شکوه در بیارن؟ دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی، 28 سال پیش 15 مرداد 1370 در پاریس به طرز وحشتناکی ترور شد. دوران نخست وزیری این آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی ها بسیار کوتاه بود، اما قسمتی از تاریخ ایرانه. باید بیشتر به دکتر شاپور بختیار توجه کرد. در آن دوران پرآشوب هیچ کس حاضر نبود که مقام نخست وزیر رو، این مقام پرمسئولیت رو در اون دوران حساس قبول بکنه و او قبول کرد. من دکتر شاپور بختیار رو 2 بار دیدم. یک بار در پاریس که برای اجرای نمایشنامه محاکمه ایرج میرزا به اونجا رفته بودیم. رفتم به دیدارش، مدتی با او صحبت کردم و دعوتش کردم که به دیدن نمایشنامه ما بیاد، اما گفت به خاطر بعضی جهات و امنیت و غیره نمیتونم بیام. بار دوم در لس آنجلس به اتفاق پرویز صیاد در هتل بیولی هیلز خیابان سانست به دیدن دکتر شاپور بختیار رفتیم و او برای ما صحبت کرد و گفت این آخوندها بالاخره باید ایران رو ترک بکنن. بختیار به ما گفت در همان روزهای نخستی که مردم در خیابانها بودن و میخواستن آخوندها رو به قدرت برسونن و خمینی به ایران بیاد، اعلام کردم که چه وضعی خواهند داشت و دیکتاتوری نعلینی چه خطرناکه. درباره زنده یاد دکتر شاپور بختیار بسیار نوشتن و تعداد زیادی مصاحبه با او شده، اما هنوز چهره واقعی او برای مردم شناخته نشده. برخورد کردم با مقاله‌ای که دکتر صدرالدین الهی، نویسنده و روزنامه نگار به نام، در مورد دکتر بختیار نوشته. در این روزهایی که بسیاری به یاد این مرد ایران دوست هستند، اجازه بدید 2 قسمت کوتاه از مقاله دکتر صدرالدین الهی که بسیار زیبا و شاید استثنایی در مورد بختیار نوشته براتون بخونم. داوری نهایی در مورد حیات سیاسی دکتر شاپور بختیار به عهده تاریخ نزدیک روزگار ماست که با فاصلی نه چندان دور از ما ایستاده است. اما یادآوری از او برای من که هرگز وی را ندیده بودم کار آسانی نیست. من به 2 تصویر از بختیار که در ذهن دارم اشاره می کنم. خود بارها بر این تاکید ورزیده بود که لر است. لر را مردی می‌دانیم راستگو، شجاع، ساده دل و صمیمی. اطرافیانش وی را خان صدا می‌زنند. خان تعریف اشرافزاده‌ای روستایی است، با دست و دلبازی‌های جوانمردانه افسانه‌ای و خودبینی‌های کوهستانی است. خان لر مردی است که با اصولی پایبند است که به هیچ بهایی از آن روی بر نمیتابد. اما تصویر دوم، دکتر شاپور بختیار بدترین انتخاب پادشاه در گذشته ایران برای سپردن زمام مملکتی بود که آن در گذشته خود به شکستن سکان کشتیش پی برده بود. مردی رویاپرست که آزادی را عاشقانه دوست می داشت. کسی که فراخوانده شده بود سرمایه‌ای جز یک رنگی نداشت. جز به صراحت و روشنی به زبانی دیگر سخن نمی توانست گفت. او به ندای قلبش پاسخ گفته بود، اما در مقابل آن همه 7 رنگی این یک رنگی کاری می توانست کرد.
مقاله بسیار طولانی و زیبایی است از دکتر صدرالدین الهی. شما را دعوت میکنم به فیسبوک دکتر صدرالدین الهی برید و این مقاله طولانی رو در مورد دکتر شاپور بختیار بخوانید که به نظر من یک مقاله بسیار زیبایی است. یاد دکتر شاپور بختیار گرامی باد و با درود بسیار به دکتر صدرالدین الهی. چند روز پیش آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی که با گروهی از جوانانی که تازه ازدواج کرده بودند و آمده بودند به دیدار رهبر مطالبی گفت که بسیار به نظر من جالب بود. شاید برای بسیاری که در دنیا در مورد بچه دار شدن و ازدیاد جمعیت در دنیا نظریاتی دارند جالبتر از حتی ما ایرانیان بود. ایشان تاکید کردند که باید فرزندان بیشتر داشت و باید جمعیت ایران زیاد بشه و حتی از 150 میلیون نفر هم زیادتر بشه. مطالب زیبایی گفتن. ایشون گفتن امروز در دنیا کشورهایی که جمعیت زیادی دارند به برکت آن به خیلی امکانات دست یافتند. چین یک نمونه است و هند یک نمونه دیگر. اولا آقای خامنه‌ای در چین تا همین اواخر قوانینی وجود داشت که خانواده ها نمیتونستن بیشتر از یک فرزند داشته باشن و اگر فرزند دومی می آمد جریمه می شدن. اما این اواخر یک قانونی گذراندن که با شرایطی خانواده ها میتونن فرزند دوم رو هم داشته باشن. خیال نکنید جمعیت چین که زیاد شده به خاطر اینکه کارشون بهتر بشه هی بچه اضافه کردن. جمعیت چین همیشه همینقدر بوده. و اما در هندوستان برای کسانی که میخواستن فرزند زیادتر داشته باشن جریمه تعیین کردن. حتی مردان بهشون پول میدادن و جایزه میدادن که خودشون رو عقیم کنن که فرزند بیشتر از 1 یا 2 نداشته باشن. مسئله رو که در مورد چین و هند زدید مسئله درستی نبود. درست برعکس اینه. جلوی بچه دار شدن رو اونها میگیرن. البته جوانانی که جلوی شما نشسته بودن به حرفاتون گوش میکردن که نمیتونستن اعتراض کنن، اما بعضی ها بلدن تو دلشون بخندن. و اما جالبترین صحبتی که آقای خامنه‌ای فرمودن در مورد کشوری بود که بهش حساسیت زیاد دارن، یعنی آمریکا. ایشان فرمودن که در کشورهای غربی از جمله در آمریکا خانواده ها بین 15 تا 20 فرزند دارن و کسی هم باهاشون مخالفت نمیکنه. ایشان اضافه کردن آمریکای 15 تا بچه تا 20 بچه دارن و تشویق هم میشن، یعنی دولت آمریکا شاید بهشون پول میده که بچه بیشتر داشته باشن. ایشون اضافه کردن اما نوبت کشور ما که میرسه میگویند کم فرزندی. اولا در آمریکا طبق آمار خودشون اکثر خانواده ها بین 1 تا 2 فرزند دارن. البته استثناء هم پیدا میشه. من تصور میکنم این آقای خامنه‌ای بیشتر به هنرمندان و بازیگران سینمای آمریکا توجه میکنن و خبرهای اونها رو میبینن. بله بعضی هاشون بین 4 تا 6 تا فرزند دارن، از جمله خانم آنجلینا جولی به اتفاق شوهر سابقش 6 فرزند دارن. به اطلاع آقای خامنه‌ای میرسونم که 3 فرزند خودشونه، 3 تا فرزند خوانده دارن، یعنی 3 تا فرزند از گوشه و کنار دنیا آوردن و بزرگ کردن. بله بهشون کمک کردن. شما آیا تو ایران از این کارها میکنید؟ ولی هنرپیشه های زیبای آمریکایی از این کارها انجام میدن. آقای خامنه‌ای اگر در کشورهای غربی بعضیها فرزندان بیشتری دارن، امکانات رفاهی، تحصیلی و بهداشتی هم برای بچه ها اونجا هست.
تعداد محدودی خانواده ها هم در آمریکا فرزندان زیاد دارن. اولا محدود هستند، تعدادشون کمه و دولت و مؤسسات کمکشون میکنن. شما که به زوجهای جوان پیشنهاد میکنید که فرزندان بسیار بیارن مثل آمریکا 15 تا 20 تا برای رفاه اونها چه کردید؟ تصاویر بچه های کار رو تا به حال دیدید؟ بچه هایی که سخت کار میکنن، کارهای بسیار سنگین برای امرار معاش. تصاویر بچه هایی که در خیابان ها گدایی میکنن دیدید؟ تصاویر بچه هایی که برای فروش چند شاخ گل و تمیز کردن شیشه های اتومبیل چه زجری میکشن، اونها رو دیدید؟ وقتی که میشینین جلو کامپیوتر و هنرپیشه های آمریکایی رو میبینید که فرزندان بسیار دارن، این نگاهی هم به فرزندان ایران بفرمایید. شما میدونید که بسیاری از مدارس شما برای گرم کردن وسیله ندارن. آقای خامنه‌ای، شما که جوانها رو تشویق میکنید برای فرزندان بیشتر، برای فرزندانشون هم فکری کردین؟ زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. ژوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818 909 0777 و 310 360 304. mardomreport.net، منبع مطمئن برای خبررسانی، آخرین اخبار و معرفی بهترین ها در تلویزیون ها و رادیوها. mardomreport.net. آقای خامنه‌ای میخواهند که جمعیت ایران اضافه بشه، حتی از 150 میلیون هم بگذره، خانواده ها فرزندان زیادی داشته باشن. نگاه میکردم به نشریه آرمان ملی، روزنامه صبح ایران. در بین خبرها در اون گوشه خبر جالبی بود، یک خبر که شاید برای آقای خامنه‌ای هم جالب باشه. 44 زن زیر 15 سال در همدان مادر شدند. توجه کنید به لغت زن، یعنی اینها دیگه زن شدن چون ازدواج کردن. پایین 15 سالن اما هنوز دختر بچه نیستن و از حمل کردن بچه دار شدن. رئیس بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران اعلام کرده که آمار ازدواج کودکان در ایران به نسبت به سال قبل 10,000 نفر بیشتر شده و طلاق در سن 10 تا 18 سالگی بسیار افزایش پیدا کرده. خانم شهلا اعزازی عضو انجمن هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سمیناری به نام ازدواج کودک از وجود 43,000 ازدواج دختر بچه 10 تا 15 ساله در کشور خبر داد که از این تعداد 2,000 دختر بچه و پسر بچه از همسرانشون جدا شدن و بسیارشون بیمار روانی هستند. و متاسفانه بسیاری از این کودکان قربانی بی‌توجهی خانواده ها و مسئولین شدند. بر اساس قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ ممنوعه، اما سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری است
دقت کنید، سال قمری و در دختر 9 سال قمری. سال قمری چون از سال شمسی کوتاه تره، یعنی سن بلوغ دختران پایین 9 ساله، یعنی دختران 8 و شاید 7 سال و نیم هم میتونن اگر بالغ بشن ازدواج بکنن. سنشون رو اونها تعیین میکنن، نه طبیعت بدن دختران و پسران. چرا ما باید به قوانین 1400 سال پیش بریم؟ مدتی پیش یک دختر 11 ساله ایلامی به عقد مرد 50 ساله در اومد. این دختر توسط مرد 50 ساله 15 میلیون تومان از پدر و مادرش خریداری شده، یعنی خریدتش که بیارتش تو خونه. نمیدونم. خانم معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده در جمهوری اسلامی، همون خانم معروفی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت و فرزندانش در آمریکا درس میخونن، ایشان فرمودن که ازدواجهایی رو میشناسیم که فاصله سنی دختر بچه ها با شوهرهاشون بیشتر از 50 ساله، یعنی شوهرشون 50 سال بزرگتر از این دختر بچه هایی است که باشون ازدواج میکنن. در بسیاری از کشورهای جهان داره با ازدواجهای زودرس مبارزه میشه. در بسیاری از کشورهای جهان زنان به خاطر ظلمی که به بچه ها میشه و در کودکی ازدواج میکنن تظاهرات بسیار انجام میشه. انجمنهای بسیار در سراسر جهان دارن به این کار غیر انسانی اعتراض میکنن و مبارزه میکنن. در سازمان ملل خیلی ها دنبال این کار هستن. جالبه که همین خانم معصومه ابتکار در مصاحبه اعلام کردن که چند سالی است که یک لایحه بردن به مجلس شورای اسلامی که دختران زیر 13 سال نمیتونن ازدواج بکنن. این لایحه رو تصویب نکردن، گفتن از نظر مذهبی کار درستی نیست. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خالکوبی یا تتو امروزه در بسیاری از مردم دنیا معموله و خیلی ها خال میکوبن. حتی بعضی ها تمام دستشون و بدنشون پر از خالکوبی است. من نمیگم که این کار خوبی است یا کار بدی است، باش موافقم یا مخالفم. هر کسی بدنش مال خودشه و میتونه هر کاری که دوست داره، هر نقشی که دوست داره روی بدنش خالکوبی کنه. در ایران هم بسیاری از جوانان این روزها خالکوبی میکنن. اما اخیراً اعلام کردن کسانی که خالکوبی کردن نمیتونن تصدیق رانندگی بگیرن یا اینکه تصدیقشون رو تمدید بکنن. جالبه چه ارتباطی داره تتو با تصدیق رانندگی. در خیابان با مردم مصاحبه کردن و نظر مردم رو سوال کردن. روی بدن تتو داری؟ آره. میدونی برای تمدید گواهینامه اگر اقدام کنی در حال حاضر و اگر تتو داشته باشی شما رو میفرستن کمیسیون پزشکی اعصاب و روان؟ شنیدم. آره. نه اینو نمیدونستم. کلا من با تتو خودم مخالفم، ولی همچین چیزی رو نمیدونستم. نشیدیم ولی خب این هم نیستیم که داشته باشیم. چرا واقعا؟ نمیدونستی شما؟ نه. چرا داره؟ میدی چه اتفاقی افتاده؟ من برای گواهینامه اومدم، بعد رفتم طبق این دستور کاری که وجود داره برم پیش چشم پزشکی تا اینکه تایید بکنه و تو سیستم بتونم برم برای کار بقیه. بعد اومد بعدش گفتش که شما لباس در بیاریم تتو داری یا نداری. لباستون رو دریاری؟ آره. توی معاینه چشم پزشکی. آره. چون به خاطر اینکه اینو رو دستم دیده بود. بعد گفتش که کامل لباساتون در بیاریم جای دیگه دارین یا نه. بعد حالا تتوی جای دیگه هم دید. بعد گفت شما برید کمیسیون. گفتم برای چه حساب مگه مثلا قانونی تو این وضع وجود داره؟ توش باید بری کمیسیون برای مشکلات اعصاب و روان. یعنی شما مشکل اعصاب روان داری که همچین کاری کردی؟ برای تتویی که زدی؟ برای تتویی که زدی. چش گفته خالکوبی داری باید بیای مشهد. از کجا فهمید خالکوبی داری؟ دیگه نگاه کرد گفت بزن بالا نگاه. لباس تو یعنی در آوردی؟ ها. قشنگ کامل نگاه کرد. بله. رفتم دکتر و معاینه چشم
گفت خالکوبی داره شما باید بریم مشهد، نمیدونم همین اعصاب و روان اینا. از تایبات فرستادت؟ بله. میدونید قانون جدید اگر تتو یا خالکوبی داشته باشید میفرستن تو کمیسیون پزشکی اعصاب و روان؟ متاسفانه. نه. آره من در جریان بودم که از همکاران وقتی مشکل براشون پیش اومده بود. هر روز یه قانونی میذارن دیگه، اینم یه قانون جدید. والا یه کار شخصی، فکر نمی‌کنم اصلا به رانندگی ارتباطی داشته باشه که بخوام چیکار بکنم. حالا 50 تومن از ما گفتم واسه تا 111 و نیم دکتر میاد. هنوز دکتر نمیاد. 50 تومن هم ازت گرفتن؟ خیلی خوب. اینو کی زدی؟ 20 سال پیش. 20 سال پیش زدی، الان برات مشکل به وجود آورد. آره؟ بله. یه بازیکنی که داره تو فوتبال بازی می‌کنه، خب تتو زده واسه زیباییش. خب بعد از نظر فکری مو آدم مشکل داره. مثلا رونالدو جوون بچه است، عشقشو داره. 4 تا خالکوبی میندازه رو بدنش، 4 تا تر خوشگل میندازه تو بدنش، بعد بزرگ میشه پشیمون میشه. اون تتو باعث میشه مثلا کج بره، راست بره، چه مشکلی پیش میاد. جالب، زمانی که در ایران انتخابات ریاست جمهوری بود و آقای ابراهیم رئیسی یکی از کاندیداها بود و کارهایی میکرد که مردم به او رأی بدن، از جمله یک مصاحبه‌ای کرد با آقای تتلو، خواننده‌ای که ایشان تقریباً 80% بدنش رو خالکوبی کرده بود و این آقای رئیسی یک جوری از ایشون حمایت کرد، حتی تشویق هم کرد. عرضم به حضورتون که همیشه به خاطر تیپ و قیافم قضاوت شدم، ولی به خودم قول دادم که اگر که همه جا برسم پشت آقا، برسم پشت اسلام و الان برسم پشت شما، که بتونم خودم رو ثابت کنم و بگم به خاطر قیافم منو قضاوت نکنید. من دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با آج آقاست، دلم با امام حسین نمونه، به خاطر اینکه من از بچگی مداح امام حسین بودم، زنجیر میزدم و حالا درسته که در این بین من همیشه گفتم میگم اگر تتوی فرهنگ بدی بودم من خودم قربانیش شدم، اینو من اختراعش نکردم. توی قلب بلاد کفر مگه باشه ولی دلش و عملش جوری باشه که مردم رو نسبت به خوبی‌های واقعی آشنا کنه، ارزش‌های واقعی دین آشنا کنه، بسیار خوب. دل و عمل این مردمی که میخوان تصدیق رانندگی بگیرن درسته یا درست نیست. حالا این آقای ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه هستند و تکلیف بسیاری از قوانین رو ایشون معلوم میکنن. چطور موقع انتخابات خالکوبی خوب بود، حالا جوانایی که میخوان برن تصدیق رانندگی بگیرن اگر خالکوبی داشته باشن بهشون تصدیق نمیدن. یک بابا، یک بام و 2 هوا. نگاه ششم من ویژه خانم‌های ایرانی است. خانم‌هایی که در خارج از کشور هستند و زنان شجاعی که در داخل میهن عزیز هستند. در هر برنامه میخوام 2 نفر از زنان موفق ایرانی در خارج از کشور رو معرفی کنم. البته وقتی صحبت از بانوان ایرانی در خارج از کشور میکنم دلیل این نیست که ما در داخل کشور هم زنان موفق بسیار نداریم. با درود به اون خانم ها، گاهی اوقات یک کمی تردید میکنم که از اونها یاد کنم، شاید مشکلی براشون پیش بیاد. به هر حال اجازه بدید 2 بانوی موفق ایرانی در خارج از کشور رو بهتون معرفی کنم. خانم پروفسور مونا جراحی، ایشان متولد ایرانه و یکی از معتبرترین دانشمندان ریاضی و فیزیک در آمریکاست. مونا در 21 سالگی موفق به کسب مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف شد. فوق لیسانس خود را از دانشگاه استنفورد در سال 2003 و مدرک دکترای خود را در سال 2007 در همین دانشگاه گرفت.
جالبه که خانم پروفسور مونا جراحی نشان استعداد برتر جوان رو از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به دست آورد. او تنها ایرانی است که موفق شده این نشان رو بگیره. خانم مونا جراحی امروز استاد دانشگاه هستند در برکلی کالیفرنیا. و حالا بریم به سوئد. خانم مینو اخترزند در تهران متولد شده. در 17 سالگی به استکهلم سوئد مهاجرت کرده. در سال 1978 در رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه سلطنتی KTH فارغ التحصیل شد. خانم اخترزند پست های مدیریتی بسیار داشته. مدتی مدیر کل شورای استانی کار در شهر اپسالاد سوئد بوده. خانم اخترزند در سال 2008 برنده مدال افتخار بیبی خشت شده که جایزه معتبری است برای خانم‌هایی که بسیار موفق در کارشون بودن. خانم اخترزند میگه موقعی که سر کار هستم فرهنگم سوئدی است، وقتی به خانه میام کاملا ایرانی هستم. شوهرم هم ایرانی است، یک پسر دارم که کاملا ایرانی است و همه در خانه فارسی صحبت میکنیم و غذاهای ایرانی میخوریم. خانم مینو اخترزند حالا مدیر عامل راه آهن سراسری سوئد هستند. مینو اخترزند یکی از زنان موفق ایرانی در سوئد محسوب می شود. او که در سال 1353 خورشیدی ایران را ترک کرد، پس از مهاجرت به سوئد در رشته مهندسی برق تحصیل کرد و دوره کارآموزی خود را در سازمان برق استکهلم به پایان رساند. خانم اخترزند در حال حاضر در سمت مدیر کل راه آهن سوئد مشغول به کار است. او درباره مشکل زنها برای رسیدن به سمت‌های مدیریت می‌گوید: وقتی که شما میای به پست‌های بالا که میرسی، فرق نداره که زن باشی، مرد باشی، خارجی باشی، رقابت خیلی زیاده. چون هر چقدر که این مثل پیرامید میمونه، هر چقدر که بالاتر بره باریکتر میشه، جا کمتره دیگه. بعد رقابت زیاده. اینه که بعضی موقع فکر می‌کنی فقط به خاطر که زن بودنه. نه، فقط به خاطر اون نیست. برای زنها مشکل تره. 100% برای زنها خیلی مشکل تره، به خاطر اینکه مردا با همدیگه راحت‌تر میتونن کار بکنن. خیلی مهمه دیگه، با حرف همو بهتر میفهمن. زنان ایرانی در سراسر جهان موفق هستند و همه بهشون افتخار میکنیم، اما در داخل ایران خانم‌های بسیاری هستند که همیشه غم بزرگی رو با خودشون دارن حمل میکنن. برخورد کردم به یک خانم ایرانی که متاسفانه برادرش رو در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 از دست داده و حتی نمیدونه که این برادر رو کجا به خاک سپردن. برادر من 17 سالش بود که دستگیر شد 3 خرداد و در سن 25 سالگی اعدام شد. یک روزی که من رفته بودم زندان، کوچیک بودم، چون من اولین بار که برادرم رو دیدم و باش آشنا شدم در زندان بود. یک گل درست کرده بود، گل رز با دستمال کاغذی، که وقتی که ما خواستیم بیایم بیرون پاسدار خانی از ما گرفت و پرپر کرد اون گلمو. برادر من از اونجا خیلی عصبانی شد و داد بلندی سر پاسدار زد. بعدش ما اومدیم دیگه بیرون، ولی هیچ وقت یادم نمیره که اون گلو به من کادو داد. با اینکه هیچی تو زندان نداشتن، با امکانات خیلی خیلی کم، واقعا گل زیبای و بزرگ قشنگی بود. اونایی که با برادر من اونجا بودن همشون شهید شدن، ولی هیچ وقت من یادم نمیره، چون واقعا همشون بچهای واقعا مبارز و انسانی بودن. اینجا ما هیچ وقت بهمون نگفتن برادرمو کجا خاک کردن یا جسدش کجاست، ولی و هیچ وقت هم این شانس رو نداشتیم که گل بزنیم.
نمیدونم این غمهایی که زنان ایرانی و مردان ایرانی با خودشون حمل میکنن و وقتی به چهرهشون نگاه میکنی در چشمهاشون غمی است که واقعا نمیشه هیچ وقت فراموش کرد. چه زمانی همه چیز رو میشه فراموش کرد. نگاه هفتم من به ویدیوهایی است که دوستان عزیز و بینندگان گرامی این برنامه برای من فرستادن. یک آقای یک ویدیو برای من فرستاده، گفته آقای کاردان ما چه زمانی میتونیم بعضی ها رو در داخل ایران به راحتی بشناسیم؟ هنوز علامت سوال جلو خیلی ها هست، حتی کسانی که مثلا دارن مبارزه میکنن. اما این آقای عباسی چه کار است؟ 2 سال پیش رئیس جمهور میفرمود شما سخن گفتن با دنیا را بلدید، شما زبان دنیا را میفهمید، آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید. حالا آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه، شما سخن گفتن با دنیا رو بلد بودید، آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید. سیاست مدار یه جوری پشت تریبون تو نطق انتخاباتی حرف نزن که خدا بزند زمین 2 سال بعد جامعه بگه مگه شما سخن گفتن با دنیا را بلد نبودید؟ چرا فقط بهتون میگن 800 متر تو آمریکا حق داری بری؟ سخن گفتن با آمریکا یعنی زدن تو دهن هواپیماش و سخن گفتن با انگلیس یعنی شبانه و روزانه روی کشتی انگلیسی مقتدرانه از آسمان فرود بیای و انگلیسی ملعون خبیث رو به زانو در بیاری. این یعنی مذاکره. به نظر من این آقای عباسی رو بفرستیم خارج از کشور مذاکره بکنن، با همین لحنش خیال میکنم جلوش جا بزنن و مشکل اون مملکت حل بشه. و اما یک مشکل دیگری که در سراسر دنیا هست، مشکل زلزله که در ایران هست، ببینین چطور به راحتی میشه حل بشه. میزان این زلزله های ذره مردم رو نگران کرده. در دوران ائمه تو ایران زلزله زیاد اومد، در اهواز. یه سلام ویژه به اهوازی‌ها بکنم که امام رضا، امام جواد به شهرتون نگاه دارن، کل این مملکت توجه داره. علی ابن مسیاری نامه‌ای برای امام جواد نوشت که آقا اینجا خیلی زلزله میاد، ما ول کنیم از شهر بریم. حضرت جواد سلام الله علیه جواب نامه دادن که نه، از شهرتون بیرون نریم. روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیرید، غسل کنید، لباس ترتمیز بپوشین، بیایید بیرون دعا کنید. این دعا کردن آرام میکنه. میشه یک پویشی همه با هم را بندازن، حالا هر کسی شروع بکنه که بیاین قراری بذاریم و تلویزیون و برنامه‌های تلویزیونی هم همراهی کنن که همه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه روزه و جمعه. به نظر من این آقا باید تشریف بیارن آمریکا، به ویژه کالیفرنیا، این لس آنجلس ما که زلزله خیزه، در سال چندین بار ما تکان میخوریم. این آقا بیان تو تلویزیون های آمریکایی مصاحبه بکنن و راه جلوگیری زلزله رو بگن که چقدر راحته. به نظر من باید اقدام بکنن و ایشونو بیارن آمریکا. حالا اجازه دید با هم بریم به قم و تظاهرات مردم در قم و شعارهای بسیار جالبی که میدن. شعارهای بسیار جالبی بود. اینها رو برای اولین بار ما شنیدیم. به هر حال با درود به مردم سراسر ایران، به ویژه قم که این شعارها رو میدن. حالا با هم گوش بکنیم و نگاه بکنیم به پیام یک جوان ایرانی. آقای خامنه‌ای، این میدونی چیه؟ این علف
علف یک کارگر اگه بخواد 5 سال بخوره، صبحانه، نهار، شام، مهمون بیاد جلوش علف بذاره، به جای لباس به خودش برگ آویزون کنه، بعد از 5 سال کل حقوقش حتی 1 ریالش هم برنداره مستقیم بذاره بانک، میشه 90 میلیون. چطور با این 90 میلیون خونه بگیره، ماشین بگیره، زندگیشو بچرخونه، دختر جایزیه بخره، پسر بفرسته دانشگاه؟ طبق ماده 41 قانون کار میگه دستمزد کارگر باید طبق تورم باشه. رب گوجه فرنگی 2500 تومانی شده 18000 تومان، ولی حقوق یک کارگر ثابت مونده. آیا پسران شما میتونن با همین حقوق زندگی کنن؟ شما ثروت ملی ما رو برمی‌دارین خرج تروریست و یمن و لبنان و فلسطین و عراق و سوریه میکنین، در حالی که باید خرج زیرساخت بشه. ولی سهم ما از این ثروت فقط فقر و فحشا و اعتیاد و بدبختیه. لعنت بر شما. بحر خزر یا دریای مازندران، دریایی که همه ما از اون خاطرات بسیار داریم، دریایی که در شمال میرفتیم به دیدارش و با اون آب استثنایی تن میزدیم به آب و لذت میبردیم. اما روسیه همیشه چشم طمع به قسمت اعظم این دریا داشت و بالاخره حکومت جمهوری اسلامی که دوستی جز روسیه نداره، که روسیه هم تقریبا یک جوری یک دوست موقتی است و دنبال منافع خودشو، قسمت اعظم منافع دریای خزر رو دادن به روسا. شاهرخ خواننده بسیار خوبمون همیشه ترانه‌های بسیار زیبایی در مورد ایران خوانده. گوش بکنیم به ترانه بحر خزر. بحر خزر با صدای شاهرخ عزیز. هر دم از این باغ بری میرسد، زنگ خطر با خطری میرسد. هر دمی از حیله این روبهان، فتنه و شر دگری میرسد. فتنه و شر دگری میرسد. فتنه و شر دگری میرسد. از چه نشستید؟ از چه نشستید؟ چه نشستی که تاراب شد بحر خزر؟ بحر خزر، بحر خزر بحر صد باد شد. بحر خزر بحر صد باد شد. وای از آن سفره که از دست رفت، وای بر این دست که محتاج شد. وای بر این دست که محتاج شد. با نام و نشان بودیم، سلطان جهان بودیم، سالار زمان بودیم، ناگاه چه توفان شد. تومار به هم پیچید بر جام جم جمشید، تاریخ چنان چرخید تاتار نمایان شد. تاتار نمایان شد. چون بی خبران ماندیم، بر پرده نهان ماندیم، چشمی نگران ماندیم، تا چشم بیابان شد. تا چشم بیابان شد. با درود بسیار به شاهرخ و سپاس از دوستانمون در لندن که برای برنامه‌های ایران فردا زحمت میکشن و تشکر ویژه از سپهر خسروی، دوست بسیار خوبم که این برنامه رو ضبط و تدوین میکنه. به امید دیدار.